به دنبال اینکه حکم اعدام شریفه محمدی با اتهام بغی اعلام شد، می‌بینیم اعتراضات گسترده‌ای در این رابطه، واکنش‌های گسترده‌ای شد، اما با همان اتهام پخشان عزیزی به اعدام محکوم شد. میخوام بپرسم این احکام بغی، حکم بغی علیه این فعالان مدنی زن از چه جهاتی فاقد وجاهت قانونی است و هدف جمهوری اسلامی از این اتهام علیه این فعالان زن چه میتونه باشه؟ ببینید، اول اگر بخوام در خصوص وجاهت قانونی صحبت بکنم، باید بگم که هیچ کدوم از این عذرخواهی می‌کنم، هیچ کدوم از این پرونده ها مستندات و مدارک کافی برای این اتهام، مخصوصا اتهام بغی و افساد فی‌الارض ندارن. بغی تعریفش در قانون مجازات اسلامی کاملا مشخصه: حمل سلاح یا قیام مسلحانه علیه حکومت. خب این قیام مسلحانه باید شما یک عده‌ای دور هم باشید و فعالیت مسلحانه بکنید، یعنی هنگامی که شما رو بازداشت میکنن در یک محیطی باشید که پر از اسلحه باشه، تسلیحاتی داشته باشید، یا اینکه اقدامی کرده باشید و در اون حین بازداشت شده باشید. به این میگن قیام مسلحانه. اما اینکه این افراد، مخصوصا خانم پخشان عزیزی و ریشه مرادی، شریفه محمدی، اینها همشون و حتی نسیم غلامی سیمیاری که حالا ایشون هم با اتهام بغی مواجه هستش، همه اینها فعالیت مدنی دارن انجام میدن. یعنی فعالیت مدنی که برای حوزه زنان، برای حوزه کودکان، برای اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر در جامعه هست و جمهوری اسلامی اصلا این رو برنمیتابه. مخصوصا از سال 1401، یعنی بعد از قیام ژینا، این موضوع خیلی بیشتر به چشم میخوره که تمام فعالیت حوزه زنان که با حضور زنان و با عده‌ای از زنان داره برگزار میشه، فعالیت هایی که در حوزه مدنی هستش، در حوزه آگاهی رسانی و اطلاع رسانی زنان نسبت به حقوق خودشون هست، سریعا با واکنش سیستم امنیتی و حکومت مواجه میشه، بازداشت میشن و اولین اتهامی که به اینها زده میشه اتهام افساد فی‌الارض و بغی است. یعنی ترساندن تمام زنان جامعه که دارن در حوزه‌های مدنی فعالیت میکنن که اگر شما فعالیتی رو انجام بدین در حوزه آگاهی رسانی به زنان، در حوزه فعالیت مدنی، با این اتهام مواجه میشید، پس بهتر این کار رو نکنید. یعنی یک جور ارعاب و وحشت. بله خانم کلاشان، از طریق کانال‌های حقوقی بین المللی چطور میشه در رابطه با حکم اعدام ایران را تحت فشار قرار داد، به ویژه در رابطه با این فعالان زن که فعالیت مدنی داشتند؟ ببینید، خب سازمان حقوق بشر ایران الان مدت هاست داره راجع به این موضوع بررسی میکنه و همچنین گزارشات متعددی رو به سازمان ملل، مخصوصا کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب ارائه میده. تمام کارزارها و کمپین هایی که در کار خارج از ایران دارن فعالیت میکنن در حوزه مسائل مربوط به حقوق بشر، همه گزارشات مستند خودشون رو به سازمان ملل دادن. اما ما اونچه که مواجه میشیم عدم حمایت دولت‌هایی که در سازمان ملل عضو هستن و اونها باید یک فشاری رو بیارن که حالا اون فشار وارد نمیشه. که من فکر میکنم بهترین کار این هست که هر کدوم از این کمپین هایی که در هر کشوری فعال هستن به دولت‌ها، به حزب‌هایی که در اون کشور در واقع در رأس کار هستن فشار بیارن تا بتونن اون کار رو در واقع انجام بدن و این سیستم رو اعلام بکنن که داره چه اتفاقی در ایران میفته، داره چه اتهامی منتسب میشه به فعالین مدنی و بتونن این رو به چه بین المللی بهش بدن. این به نظر من مهمترین کاریه که میشه انجام داد. خانم کلاشان، در رابطه با آن اکسیون ها و اعتراضات خیابانی که در خارج از ایران شکل میگیره، اهمیت این اعتراضات و اطلاع رسانی در مورد اعدام ها از چه لحاظی حائز اهمیت است؟ خب ببینید، این اکسیون ها و کارزارها خیلی هم در واقع نمیشه از کنارشون بی اهمیت گذر کرد. عده‌ای از افراد تلاش میکنند، افراد رو حالا پوسترهایی رو میچسبونن، شعارهایی رو میدن. همین باعث یک توجه و جلب نظر افرادی که رد میشن، یا اینکه چون جلوی پارلمان هست افرادی که حالا در منصب سیاسی هستن عبور میکنن، سوال میکنن، پاسخ میگیرن و خب همین باعث میشه که این موضوع در بین سران سیاسی که اون کشور، حالا در اون کشور اون کارزار داره انجام میشه، یا در اون شهر اون حزبی که حالا فعال هستش، میتونه این موضوعات رو بشنوه و نسبت بهش اقداماتی بکنه. میگم ما الان نیازمند یک سری اقدامات از سایر دولت‌ها به سازمان ملل هستیم. اگر این اتفاق بیفته خب قطعا نتایج بهتری رو خواهیم دید.